عزیز حکیمی، سردبیر سایت افغانستان مانیتور با ماست. آقای حکیمی، آقای کرزی مدت هاست که از زیر امضای این توافقنامه امنیتی شانه خالی میکنه. آقای راسموسن یکم دیر نیست که چنین اظهاراتی رو مطرح کرده؟ ببینید، از قبل هم انتقادات تندی راجع به عملکرد آقای کرزی در مورد توافقنامه وجود داشت از سوی مقامات غربی و همچنین ناتو، اما حالا میشه گفت که این مقامات تقریبا ناامید شدند که آقای کرزی این موافقتنامه را امضا بکنه و به اصطلاح دیگه نیازی به مدارا نمیبینن. ولی در این حال طوری که در گزارش خود شما هم گفته شد، آقای کرزی هم با لحن گزنده‌تری این روزها از غربی ها انتقاد میکنه. مثلا آقای کرزی در همون مصاحبه‌ای که در گزارش شما آمد با روزنامه‌های بریتانیایی در این هفته طالبان را برادر و آمریکایی‌ها را رقیب خود خواند و به شدت از عملکرد نیروهای غربی هم انتقاد کرده و گفته که اصولا حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان ازشان خیری ندیده. از سوی دیگر ناتو و مقامات آمریکایی این نکته را تاکید کردند به اصطلاح که بهتر از سوی آقای کرزی حساب نکنند. دبیرکل ناتو هم این هفته گفته که احتمالاً آقای کرزی موافقتنامه را امضا نمیکنه و باید منتظر رئیس جمهور بعدی باشند. اما نکته مهمش این هست که با وجود از این تأخیر نسبتاً طولانی در امضای توافقنامه، نیروهای ناتو و آمریکایی میگن که هنوز وقت برای برنامه‌ریزی مأموریت بعدی ناتو از اول سال 2015 وجود خواهد داشت. شاید همین قضیه که شما بهش اشاره کردید، این که طالبان رو برادر خطاب کرده و آمریکایی ها رو به نوعی دشمن خونده، به این شایعات دامن زده. همین شایعه که صحبتش رو نیویورک تایمز هم مطرح کرده که آقای کرزی داره در واقع پشت پرده با طالبان مذاکره میکنه و دلیل اینکه توافقنامه رو امضا نمیکنه همین هست. چقدر ممکنه که این به واقعیت بتونه نزدیک باشه؟ ببینید، حکومت افغانستان از قبل هم، یعنی در طول سالهای گذشته، برای نشان دادن میزان نفوذ خود در بین طالب‌ها بارها ادعا کرده که با این گروه‌ها تماس‌هایی داره. این احتمال وجود داره که افراد مورد اشاره آقای کرزی چهره‌های پایین رتبه و یا گروه‌های کوچک جدا افتاده از بدنه اصلی طالبان با این گروه ها ارتباط برقرار کرده باشه. اما حداقل در ظاهر گروه اصلی طالبان به رهبری ملا عمر هر گونه تماس با آقای کرزی را رد کردن و سخنگوی طالبان امروز گزارش نیویورک تایمز را هم رد کرد. ولی نمیشه فراموش کرد که طالبان قبل از این هم از همین اشتیاق حکومت افغانستان برای صلح، برای دستیابی به اهداف خودشان از جمله کشتن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح استفاده ابزاری کردند. حتی همین ذوق و اشتیاق به صلح از سوی حکومت در سال 2010 باعث شد که یک سبزی فروش اهل کویت خود را به جای ملا اختر محمد منصور، یکی از اعضای بلندپایه طالبان، جا بزنه و به نمایندگی از این گروه حتی با رئیس جمهور کرزی و مقامات خارجی دیدار بکنند. ولی بعید هم نیست که طالبان تماس گرفته باشند با حکومت آقای کرزی، چون تأخیر طولانی که در امضای این توافقنامه ایجاد شده و بدتر شدن روابط غرب با افغانستان و آزادی زندانیان طالبان یک موفقیت عمده استراتژیک برای طالبان به حساب می‌آید. ممنونم از شما عزیز حکیمی، سردبیر سایت افغانستان مانیتور از چلتنهام با ما.